آقا حالا دلیل این چیه که طلا فروشا ضرر نمیکنن؟ مخصوصا طلا فروشا با تجربه بالا میره، از کجا میفهمن همون موقع میفروشن پایین میاد، میدونن که پایینه میخرن ولی مردم عادی ضرر میکنن؟ هزار دلیلشو بذاریم کنار، یه دلیل که اندازه اون هزار تا دلیل ارزش داشته باشه و فرمولی که میفهمن کجا بفروشن کجا بخرن، اینه که ما دو تا قیمت طلا داریم. یکی قیمت ذاتی و واقعیه که بهش میگن قیمت جهانی طلا، یکی هم قیمت داخلی ماست. این دو تا قیمت رو باید بذاری بغل هم. وقتی که قیمت داخلی ما که تو اخبار میبینی، تو طلا فروشی میبینی، رو تابلو میبینی، پایین تر از قیمت واقعی و ذاتیش باشه، به اصطلاح میگن حباب منفی داره. حتی اگه صفر هم باشه یا نزدیک صفر هم باشه، زمانی نیست که شما طلا رو بفروشی. نباید بفروشی، یعنی پایین قیمت طلا، یعنی قیمت واقعیش از این قیمتی که هست بالاتره. اون زمانی که شما طلا رو باید حفظ کنی، حتی طلا رو زیاد کنی، چون به زودی از اون عدد بالاتری رو میبینی. پس کی شد؟ زمانی که حبابش منفی یا زمانی که نزدیک حتی صفره. چرا؟ چون داخل کشور ما طلا باید حباب داشته باشه. این اصلا جزوی از کار. فکر نکنید حباب یه چیز ساختگیه. حباب نداشته باشه اصلا عجیبه. یه 2%، 1%، 3% حداقل باید اون حباب داشته باشه. یعنی وقتی حبابش صفره، شما اگه بخرید طلا ثابت بمونه 2-3% به زودی سود میکنی. به همین راحتی یک از راههای تشخیصش همینه.